ساکنان جماعت دهاتی رودکی ناحیه وخش در ولایت ختلان شکایت دارند که محیب‌الله نام صاحبکاره خط عبور آب محله زیست آنها را ویران کرده می‌خواهد آن را به سوی خواجگی چاروپروری خود برد. این خط آبی 13 کیلومتری ساکنان دو دهه این جماعت ناحیه وخش را با آب تامین می‌کند و هنوز در دوران شوروی ساخته شده است. ساکنان ادعا دارند که این صاحبکار با رئیس جمهور رشته خویشاوندی دارد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی نخست به تفصیل بگوید که این صاحبکار کیست و چرا خط آبی ساکنان را ویران کرده نیست؟ بله عبدالله، به نقل شاهدان عینی و نوارهای ویدیویی که دسترس رادیو آزادی شد، طی 2 هفته اخیر محیب‌الله تاشرآبادی با استفاده از رشته خویشاوندی‌اش با پرزیدنت حدود 13 کیلومتر خط لوله‌های آبی آشامیدنی دو دهه را کنده به سمت یک فرمای چاره‌داری‌اش واقع در جماعت مشعل همین ناحیه می‌خواهد کشاند. در این دو دهه بیش از 300 خانواده به سر میبرد و بعد کندن و خراب کرده شدن لوله های آب مردم این دو دهه مجبور از جویبار آب میخورند. ساکنان دهه رودکی و دوستی میگن از بیم تعقیب نشدن مردان دهه اصلا زنان را به حکومت ناحیه برای امدادخواهی فرستادند. خب میرزانبی، آیا ساکنان بالاخره عرض خود را به مقامات ناحیه رسانیدند و آیا مقامات چاره اندیشیدند؟ ببینید، طور ساکنان همین دهه رودکی بدون ذکر نامشون میگویند روز شنبه گذشته 7 اوگوست رئیس حکومت ناحیه وخش قربانعلی یوسفوف به حرفای اونها گوش داده و گفته است برای کندن این قبرها اجازت نداده است، این مالکیت دولتی می باشد و هیچ کس حق ندارد آنها را کند. وقتی ما با حکومت ناحیه تماس گرفتیم، یک نماینده آن پس از شنیدن سؤال ما نخواست نامش برده شود. 10 اوگوست با رادیو آزادی صحبت زنان امدادخواه همین دهه ها را با رئیس حکومت ناحیه تصدیق کرد و گفت همون روز نماینده حکومت ناحیه همراه رئیس جماعت ها و کارمندان منطقوی امور داخله به دهه رودکی رفتند و کندن قبرها را منع کردند. خب میرزانبی، خودی صاحبکار در این باره چی میگوید؟ آیا با او هم تماس داشته؟ ببینید، برای تماس با محیب‌الله تاشرآبادی رئیس همین فیرمای گوسفندپروری جماعت دهه تاشرآبادی جماعت مشعل موفق نشدیم، چون که به نظر او تا حال حاضرم روشن نیست که این مسئله تا کجا واقعیت دارد یا نیست. اما با گذشت 3 روز ساکنان این دهه میگویند صبح 11 اوگوست یک تراکتور با کارگران کرایه باز به کندن قبرها بدون پرسش به کندن زمین لوله ها شروع کردند. یکی از همین ساکن دهه دوستی گفت آنها انتظار داشتند بعد از وعده رئیس ناحیه لوله های آب برقرار کرده میشن، ولی این طور هم نشد و نمیدونن به کجا مراجعت کنند. در نوار همین ویدیویی که حالا میبینیم روز 10 اوگوست کاربران برای آزادی فرستادن، دیده میشد که یک تراکتور زمین را شکافته قبرها را بیرون میآورد و قسمی از قبرها گرفته شده و تعداد دیگرشان رخنه و شکافته شدند و همین روز که ما حالا صحبت داریم 12 اوگوست در آنجا قبرها را کنده ایستادند و همین کارها ادامه دارد. تشکر میرزانبی برای صحبت.